آیا تأسیس شورای ادبیات تاجیک در اتحاد نویسندگان ازبکستان می تواند برای رشد فرهنگ و ادبی تاجیکان در کشور همسایه مساعدت کند؟ شورا تقریبا 1.5 ماه پیش تأسیس یافت و آن را علامت دیگری از باز شدن فضای 25 سال محدود فرهنگی و علمی زبان تاجیکی در ازبکستان می دانند. ولی برخی ناظران میگویند که اقدامها بیانگر واقعیت حال نیستند و بیشتر ظاهر پرستی بوده برای وانمود کردن احترام به فرهنگ ملت‌های دیگر در ازبکستان عملی می شود. یا این اقدام در واقع برای رشد زبان تاجیکان در کشور همسایه مساعدت می کند؟ همین است موضوع امروز صحبت گپی آزاد و مهمانان ما: امینه شراف‌الدین و ادیب و محقق رشته تعلیم و پرورش از سمرقند و عبدالقادر رستم، ادیب شناخته عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان هستند. خوش آمدید به برنامه ما و درود بر شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. و حالا شروع میکنیم از سوال نخستین. تأسیس شورای ادبیات تاجیک در اتفاق نویسندگان ازبکستان یک اقدام خوب است البته، ولی این شورا چی وکالت دارد و تا کجا در رشد شرایط سالم برای ادیبان تاجیک ازبکستان مساعدت میکند؟ محترم شراف‌الدین و از شما شروع میکنیم. مرحمت. السلام علیکم عزیزان، تشکر که مرا به این صحبت دعوت کردید و بسیار مسئله خوبه در مبین گذاشتید. از بس که گفتید که وقتی کم داریم، یعنی من به مقدمات داده نمیشم. یک بار میگویم که خرسندی بخش است که 2 سال قبل از این شورای تاجیکی اتفاق نویسندگان ازبکستان تأسیس شد و البته 500 نفر، بیشتر از 500 نفر صاحب قلمان تاجیک رو به حساب گرفته، آنانی که از 1 تا 40 کتاب دارند، مؤلف از 1 تا 40 کتاب هستند، البته اونها رو به حساب گرفته این شورا تأسیس شد و در ابتدا رهبر این شورا شاعری شناخته ما پیمان بودند. امروز با بعضی سببها این وظیفه رو خسروی حمیدزاده بر عهده دارد و همگی از تاجیکان 15 نفر شاعر و نویسندگان اعضای این اتفاق هستند. امروز اگر از روی نظام نامه همین اتفاق نویسندگان بینید، خیلی کارها رو باید اینها انجام دهند، مسئولیت ها و وظیفه ها دارند و ما خرسند هستیم که بعضی کارها رو اینها به انجام میرسونند، اما کاش که از روی همین نظام نامه از نیست زیادی این کار رو اجرا میکردن. یعنی شما میتونید مثال روشن بیارید که تا امروز چی کارهای کرده شده است، چی کارها انجام داده شدن؟ من بابت خود اتفاق نویسندگان هیچ چیز گفتنی نیستم. بابت شورای همین تاجیکی نظرهای خود رو دارم و می بایست اینها بیشتر جوانها را تربیه میکردن، جوانهای با استعداد رو جستجو میکردن، راهی پیدا کردن اینها رو مطرح میکردن. در منطقه ها، در ولایات خیلی زیادن اینها. جشنواره های اینها رو میگذروندن، جشنواره های بزرگان ما رو میگذرونیدن. اینها یک خزینه باید تأسیس داده باشند، چون خود اتفاق نویسندگان خزینه استعداد رو دارد، یا اینها به همون خزینه دسترسی داشتنشان لازم است، یا اینکه خزینه خودشان رو باید تأسیس میدادن، تشکیل میکردن و همین حسابی صاحب استعدادها رو، صاحب قلمها رو به حساب گرفته هر ماه اقلا 1 مرتبه جمع اومده با اعضاگی همین اتفاق نفران رو میپذیرفتن، یا اینکه کتابی بسیار نفران رو که همه از جیب خودشون چاپ میکنن کتابهایشون رو. باور کنید
کمی اندر کم نفرون هستند که امروز از مبلغ گذاری دولت با مرکزهای فرهنگی و مرکزهای ملی مدنی تاجیکان برخوردارن استفاده میکنند. کمن این خیلی انگشت شمار است، حتی نظر نورس است. تشکر. کاش که انمی کتاب ها رو نشر میکردن اینها. خیلی کارها هست، کنگوره ها میگذرانیدن، صحبت ها می آراستن، رونمایی کتاب های صاحب قلمان رو میگذرانیدن. بله تشکر. همش خوب بود عزیزم. بله جناب عبدالقادر رستم، شما چی نظر دارید؟ تأسیس شورای ادبیات تاجیک در ازبکستان همسایه تا کجا مهم است؟ مرحمت. من برای اینم که واقعا تشکیل این شورا یک پدیده بسیار مهم است. اصلا با توجه به اون که یک مدت طولانی در زمان حکومت اسلام کریموف روابط میان دو کشور کاملا به نیستی رسیده بود و حیات مدنی تاجیکان ازبکستان فشارها آورده میشد، این واقعا یک گامی بزرگی به پیش است. اصلا من نمیدونم که وقتی که این شورا رو تشکیل کردن انگیزه تشکیل اون چی بود، لیکن خود این واقعیت که چنین شورایی در اتفاق نویسندگان ازبکستان تشکیل شده است خودش واقعی مسرت بخش است. من این رو به همه تاجیکان فرهنگی ازبکستان تبریک میگویم. تشکر. معلم شراف‌الدینова، گفته می شود که شورا با اتفاق نویسندگان تاجیکستان همکاری نزدیک خواهد داشت. واقعا شورا در کدام سطح امکان همکاری با اتفاق نویسندگان تاجیکستان را خواهد داشت؟ همکاری های اتفاق نویسندگان رو با اتفاق نویسندگان تاجیکستان اکوی عبدالقادر بیشتر میدونن. من فقط گفتنی هستم که ما حاضر فقط آواره با عضویت پذیرفتن همدیگر رو جلسه برپا کردن و قرصک زدن و ترجمه بعضی آثار همدیگر رو با همین ها خیلی من نمیگویم که کار نمیرود، کار میرود، لیکن بسانی سنگپوشت گویم بعضی نفران خفه نشوند. من همکاری رو این خیلی میفهمم عزیزم. همکاری باید همه خیلی باشد که با شاعر و نویسندگان هر دو کشور با خوری ها آرویم، رونمای کتاب های اونها رو گذرانیم، گزینه ها تشکیل کنیم، مجموعه های دسته جمعی مثلا، یا اینکه علاوه کتاب های بعضی نفران رو اونجا چاپ کنیم، با کم دسته ها کمک کنیم، چی با نویسندگان تاجیکستان که اعضای ما میشوند یا چی نویسندگان ازبکستان که اعضای اتفاق نویسندگان تاجیکستان میشوند، این کارها رو کنیم. همین دیدار بینی ها همدیگر را دعوت کنیم، جشن باره ها رو یک جایه گذرانیم. کارهای میکرده خیلی زیادند عزیزم، خیلی. ببینید در این میان خیلی وقت گذشته است از فعالیت این شورای ادبیات تاجیک. باره شما با اتفاق نویسندگان مراجعت کردید که منظورم اتفاق نویسندگان تاجیکستان که ملاقات شود، سفر به ازبکستان یا تاجیکستان انجام داده شود، کتابی رونما کرده شود، همین گونه پیشنهادی مشخص شده است از طرف شما؟ عزیزم من تنها با همین دردها زنده ام. هر قدر من تاجیکستان میروم، با اکادمی میروم، با انستیتوت زبان ادبیاتی به نام رودکی میروم، با اتفاق نویسندگان میروم، بسیار شخصیت ها رو، ژورنالیست ها رو اونجا میبینم، در همین باره تکلیف هایم رو میگویم، حتی در بعضی کنفرانس های بین الخلقی شرکت میکنم، اونجا در این باره ها میگویم که ما باید همکاری داشته باشیم، ما باید یک طرحی همکاری رو یک جای سازیم، با همدیگر پیشنهاد کنیم همین چیز رو. چرا نه؟ نمیدونم، با بسیار شخصیت ها من در این بابت مصلحت ها کردم، مشورت ها کردم، لیکن اکنون من بعضا میگم که من کیم؟ من اعضای اتحاد
نویسندگان ازبکستان هم نیم، اعضای اتحاد نویسندگان تاجیکستان هم نیم. بعضی میگیم که من کیم. حتی باور کنید از بس که بسیار همین خیلی تکلیف ها رو بسان این و دیگر تکلیف ها رو من پیشنهاد میکردم. بعضی نفران حتی گفتن که معلم جان میخواهید که همین تاجیکستان آرام راحت درو برو کنه، اگر خواهید شما بعضی همین خیلی گپا رو نگویید. تشکر معلم جان. ضمناً ما چند تن از مسئولان اتفاق نویسندگان تاجیکستان را دعوت کردیم که در همین مسئله صحبت کنند و شرکت کنند، ولی به سالها یعنی که پاسخ دهند، اما آنها با هر بهانه قبول نکردند و حاضر نشدند، در صحبت ما اشتراک نکردند. محترم عبدالقادر رستم، شما در رابطه به همین سوال چی نظر دارید؟ تا کجا این همکاری ها میتونن مساعدت کنه این شورای ادبیات تاجیک در اتفاق نویسندگان ازبکستان؟ خب البته در این زمینه کارهای خیلی فراوان می شود کرد، ولی در مورد آن که آیا تا این زمان این گونه رابطه در بین شورای ادبیات تاجیک اتحادیه نویسندگان ازبکستان و اتفاق نویسندگان تاجیکستان برقرار شده است یا نه، من از این خبر ندارم و صلاحیت هم ندارم در این باره گپ بزنم. من یک عضو عادی اتفاق نویسندگان تاجیکستان هستم. خب ولی باید چگونه باشد این مسئله دیگر است. من هم گمان میکنم که باید یک رابطه تنگاتنگ در بین این دو اتحادیه در زمینه ادبیات تاجیک وجود داشته باشد. باید در تاجیکستان کتاب‌های ادیبان تاجیک که بعضی از زمان شوروی عضو این اتحادیه هستند چاپ بشود، ولی متاسفانه چون که من میدونم در 30 سال آخر یعنی در زمان استقلال هیچ کتابی از نویسنده سرشناس تاجیک ادش استاد یا از بختیار جمعه که در سمرقند امروز مسکونن چاپ نشده است. پس چه حاجت درباره دیگرهاش بگیم؟ مثلا من میگم حدود 10 نفر از ازبکستان عضو اتحاد نویسندگان تاجیکستان هستند، ولی متاسفانه تا این زمان در هیچ نشریات تاجیکستان کتاب‌های ایشان چاپ نشده است. ولی زمینی همکاری خیلی زیاد است. چنانکه گفتم مثلا برگزاری کنفرانس‌های مشترک، برگزاری رونمایی‌های مشترکی کتاب‌ها، تشکیل مثلا کتاب فروشی‌های تاجیکی در شهرهای مختلف ازبکستان از جمله سمرقند و بخارا و تاشکند و همچنین تبادل نظر در بین ادیبان و بررسی موضوعهای مشترکی اجتماعی و اقتصادی سیاسی که در هر دو کشور همسان هستند. در این زمینه میتونند نویسندگان ما همکاری بکنند که متاسفانه هیچ کدامی از اینها رو نمیبینیم. خانم شراف‌الدینова، در عهد اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق یعنی ازبکستان رابطه ها سرد بود و در بخش ادب و فرهنگ و معارف خیلی مناسبت ها کم رنگ بودند، ولی بعد بستر قدرت آمدن میرزیایف هم از رشد زیادی رابطه های فرهنگی دو کشور حرف میزنند. شما به این حرفا راضی هستید؟ واقعا همینطور است؟ مرحمت. در حقیقت بعد از سر قدرت آمدن آقای میرزیایف ما خیلی پیشروی ها رو، حتی آزادی، همین گامزنی، فکرهای خود رو بیان کردن رو دیدیم. البته حتی همین رو ما بار اول همون سال 2017 بود ماه می، وقتی که ما نمایندگان تاجیکی کل جمهوری رو دعوت کردن به تاشکند و بینای قصر ملت ها و اونجا از ما فکرمون رو پرسیدند که شما چی فکرها دارید که ما همون رو برایتان چی کنیم، اجرا کنیم. گفتم ما در حیرت شدیم. باور کنید تو این مدت از زمان کریموی ما پسی پنجره هم شدیم، ما از کارها رانده شدیم، در روی خط آهنی و سیاهی حکومت قرار داشتیم، لیکن در زمان میرزیایف انا همین چیز رو ما دیده در حیرت شدیم و بنده از اونهایی بودم که همون روز من گفتم که من همین گردنم رو باری دیگر به کنده گذاشته. گفتی چینگیز ایتمتب من درباره همین دردها و راه حلی همین دردها و معماهای تاجیکان جمهوری فکرم رو میگویم. گفته همون وقت فکر میکنم یک 26 تکلیفم رو
پیش رونده بودن، باور کنید تقریبا همه اون تکلیف های ما اجرا شده. میتونید مثال بیارید؟ میتونید مشخص مثال بیارید؟ میتونید مثال بیارید مرحبا؟ من مثال گفته بودم همکاری با وزارت تعلیم خلقی، با وزارت تعلیم عالی، مثال ها گفته بودم اویدی نامگذاری های هر یک شهروند ازبکستان که مثلا حق نداشت که مثلا از یوسفی شود یا یوسف زاده شود. این در این بابت دیگرگونی ها شد. بابتی به اجرا رسیدن بعضی ماده های قانون درباره زبان دولتی که بنام ما صاحب زبانان رو حمایت میکرد، پشتیبانی میکرد. منظور من ببینید، منظور من بله منظور من از این سوال این است که با آمدن میرزیویف رشد ادبیات تاجیکای ازبکستان با تاجیکان یعنی تاجیکستان در کدوم سطح بالا رفت و خیلی هم به هم نزدیکتر شدند و رواها صورت گرفت. از این چیز میخوام که شما مثال بیارید. یعنی چطور از این چی؟ بار اول ما در ازبکستان در همین تاشکند شب ادبی شعری تاجیک رو گذراندیم. بار اول باور کنید این خیلی به ما چی داد؟ روح داد، یک نیرو بخشید و امروز میبینم که در حقیقت رو و آی و همکاری ها اگرچه خیلی سست و ضعیف است لیکن هست. یعنی انا میبینم که مثلا اسماعیل ظریفی و نقاش اگرچه اونها با مصلحت این کارو با همین اتفاق نویسندگان ما یا با شخصیت های علایده ما که به همین کار چی دارن نمیکنن، لیکن چند کتاب رو برآوردن نمایندگان اهل ادبی ما رو هم وارد همون کتاباشون کردن. مثلا در چیل دخترون، سخنوران زرافشان و به قریبی باز یک کتاب برآوردن مثلا. یا اینکه در بعضی واقعی ها ما دعوتی میشویم یا از جانب تاجیکستان دعوتی میشوند. این تشکر رو میبینیم. بله تشکر جناب عبدالقادر رستم. این حل کننده نیست عزیزم. بله. اما این اقدام حل کننده نیست. بله. چرا ما همکاری های پیشینه رو برقرار نکنیم؟ این مثلا اگر چی یک مترو رو به نام میرزا ترسانزاده گذاشتن، بعضی جشنواره های همین نمایندگان ادبیات ما رو گذراندن، این حل کننده نیست. بله. ما بسیار کارها رو باید کنیم که مسئله ها حل شود. جناب عبدالقادر رستم، شما همچون ادیب تاجیک باره در همین گونه معرکه های ادبی و فرهنگی در ازبکستان یا در تاجیکستان شرکت داشته، دعوت شده بودید؟ نه اصلا. شما به حرفایی که خانم شراف‌الدینوف میگن نظرتون چی است؟ واقعا در دوره میرزیویف همکاری ها خیلی رشد در حال رشد هستند، هم در زمین ادبی هم تعلیم و پرورش معارف و اینها، نظرتون چی است؟ ببینید وقتی که در مورد رشد و همکاری فرهنگی ادبی حرف میزنیم، اینجا تنها حرفی سران دولت نیست. میرزیویف آنچه که از دستش می آمد کرد، یعنی میدان رو باز کرد، دیوارها رو برداشت. دیگر اون طرف به همتی زیاییان و خودی تاجیکان ازبکستان مربوط است. متاسفانه بر اثر سیاست های ضد تاجیکی که در 70 سال حکومت شوروی و 25 سال حکومت اسلام کریموف در ازبکستان واقع می‌افتید، تفکر ملی تاجیکان در ازبکستان در سطح خیلی پایین قرار دارد. بنابر همین اینها بیشتر از مکتب‌های تاجیکی ازبکستان را از دست دادند. حالا مثلا در ازبکستان مخصوصا در سمرقند بخارا تقریبا هیچ مکتبی تاجیکی نیست. خب اینم دلیلش اون که یعنی وقتی که مکتبی تاجیکی میخوانن نمیتونن ادامه تحصیل بکنن در خود کشورشون. در اینجا من گمان میکنم که باید در سطح دولت در میان ازبکستان و تاجیکستان یک قرارداد همکاری بسته بشد تا اینکه فرزندان تاجیک توانند به زبان مادری خود در وطن خودشان، من تاکید میکنم ازبکستان وطن اجدادی تاجیکان است بیشتر از تاجیکستان. یعنی مرکزهای فرهنگی ما در طول عصرها در اون کشور همسایه واقع بودن که الان در اونجا در ازبکستان قرار دارن. بنابر همین پیش از همه همت خودی مردم رو میخوام در اینجا باشد. باید برای حقوقهای خود، حقوقهای مدنی خود، حقوقهای شهروندی خود تلاش بکنن. تنها کار یک عده معدودی
زیایان نباید باشد. من بدونم که زیایانی ازبکستان، تاجیک ازبکستان هستن که خون دل میخورن، خون جگر میخورن، ولی هیچ کار پشتیبانی از جانب مردم خودشان نمیبینن. بنابر همین من گمان میکنم که پیش از همه باید طرف ازبکستان سهمیه برای تحصیل تاجیکان ازبکستان در همه دانشگاه‌هایش داشته باشد تا آنها که توانند برای اینجا بیایند مجانی، تاکید میکنم بدون پرداختی و در اینجا تحصیل بکنند، بعداً بروند یا در خود ازبکستان یا در تاجیکستان بمانند فعالیتشون رو ادامه بدن. بله درست است. امی سهم تاجیکستان در انمی نکته‌ای که شما تاکید کردید چی بوده میتونه؟ سهم تاجیکستان سهمی خیلی بزرگ داشته بتواند. یکم باید در سطح دولتی با دولت ازبکستان قرارداد ببندند در مورد رشد و فرهنگ تاجیکان ازبکستان و ازبکان تاجیکستان، دو طرفه باید باشد. دیگر باید همه دانشگاه‌های تاجیکستان سهمیه برای تاجیکان ازبکستان داشته باشند تا که دانشجویان ازبکستانی، تاجیک ازبکستانی بیایند در وطن مادری خودشان مجانی تحصیل بکنند. تشکر. بله بفرمایید. من میخوام ادامه بدم. شما توجه بکنید به سالهای اول انقلاب بولشویکی در آسیای مرکزی. وقتی که تاجیکستان تشکیل شد، اول در هیئت ازبکستان، بعد چون جمهوری مستقل، بهترین آنهایی که در ساختمان مدنی فرهنگی در تاجیکستان شرکت کردند نمایندگان از کشوری همجوار ازبکستان بودند، مخصوصا از دو شهر سمرقند و بخارا. ادبیات ما رو ببینید، نسل اول و دوم نویسندگان صدرالدین علی، جلال اکرامی، حبیب یوسفی، فاتح نیازی، ساتم لوزاده و تا میبینیم تا مثلا ستار ترسون و عدش استاد، اینها همه ازبکستان بودن. بیشتری ادیبان ما، بیشتری خادمان تئاتری ما از ازبکستان بودن. ولی امروز چی؟ امروز نیست. این یعنی هم نقصان به فرهنگ تاجیکی است در کل و هم نقصان برای خود تاجیکان ازبکستان و حتی برای خود ازبکستان. خود یعنی در سمرقند و بخارا دیگر در سطح مثلا عینی، اکرامی، حبیب یوسفی، پیرو سلیمانی شاعر و نویسنده ندارند. و چه دلیل؟ برای آنکه ریشه‌اش را بریدند. تحصیل به زبان مادری دیگر وجود ندارد. تشکر. این چیزی اساسی باید باشد در روابط بین ما. تشکر. و حالا میخوام چند سوال در بخش همکاری‌های معارف، یعنی تعلیم و پرورش میان ازبکستان و تاجیکستان پرسم. شما خانم شراف‌الدین و در مسئله معارف خصوصا برای نشر کتاب‌ها به زبان تاجیکی برای مکتب‌های تاجیکی ازبکستان تلاش‌های زیادی به خرج داده اید و مقاله هم نشر کرده اید. آیا میتوانید مثال آورید که وزارت معارف تاجیکستان به سیمخانه‌های تاجیکی سمرقند، فرغانه، سرخندریا و دیگر ولایت‌های ازبکستان کتاب‌های درسی نشر کرد و فرستاده است؟ تشکر عزیزم. باز میگویم که این یکی از جایهای دردناک ما است. اگر این همکاری ها یا اینکه اون کارهایی که چون اکوی عبدالقادر گفتن از داخل خود ما مردم ما سخت دستگیری میشد و با رشد و نموی همین علم و فرهنگ و معارف تاجیک اعتبار میشد عزیزم، از همین 85 مکتب ولایت، مکتب تاجیکی ولایت سمرقند امروز همگی 33 مکتب باقی نمیموند. در ازبکستان بیش از 500 مکتب داشتیم. همون سالهای 90 گویا همون وقتی جنبش و بیداری چی شد، مردم شد از جهت ملی، معنوی، مدنی. امروز چی؟ 245 مکتب باقی ماند. از همین 245 55 تا صف تاجیکی باقی نمیموند عزیزم. اگر همین مسئله ها با هم حل میشد. زمانی بود مثلا خود من یک عمر با آموزش و پرورش هم دانش آموزان مکتب میانه هم آموزگاران وابسته بودم. یعنی هم در مکتب میانه درس میگفتم. تمام آموزگاران صنف ابتدایی، زبان ادبیات تاجیکی، زبان فارسی، همه اونها رو من خوب نشناختم. ما همکاری ها داشتیم. تمام مکتب های تاجیکی ولایت سمرقند در ذمه من بود، جوابگاریش در دست من بود، در ذمه من. و من میدونستم که چی درد دارند و چی افضلیت و چی اهمیت و چی دستاورد و همین چیزها رو میدونستم. اکنون بینید بعد از اون که رابطه ها خوب شد، همون زمان کریموی حتی
با اینستیتوت تکمیل اختصاص جمهوری تاجیکستان اینستیتوت ما همکاری داشت. یا اینکه ما خوانش‌های پداگوژی میگذرانیدیم، آنهایی که خوانش‌های پداگوژی رو اینجا بردن در ازبکستان، ما آنها رو به تاجیکستان میبردیم همراه. اونجا اینها شرکت میکردن، معروضه ها میکردن. حالا چی همین حالا وزارت معارف تاجیکستان برای یعنی با اومدن میرزیویف حتی وزارت معارف تاجیکستان به عنوان مثال برای مکتب‌های تاجیکی که شما ذکر کردید کتاب‌های درسی میفرستن؟ دسترس کردید شما در این؟ من خودم با همین وزارت تعلیم خلقی یا شما وزارت معارف میگوید، با وزارت معارف تاجیکستان خودم رفتم، یک نه چندین مراتب رفتم، با نفران در اونجا دیدار دیدم، صحبت ها آراستم، حتی با وزیر پیشینه با رفیق محترم امامی هم من صحبت داشتم. 1 سال قبل از اون با جانشین اون که صحبت داشتم. درد یک بود. کدام؟ در همین مکتب‌های میانه ما کتاب‌های درسی رو اگرچه ازبکستان از روی اندازه‌های دولتی تعلیم ازبکستان چی میکند، بنیاد میکند، از بیرونه یگان کتاب درسی رو قبول نمیکند ازبکستان. خوب این رو ما خوب میفهمیم، این سیاست است، این اندازه‌های دولتی است، ما این رو میفهمیم عزیزم. اما ما در همون تعلیم ادبیات تاجیک ساعت‌های خوانشی بیرون از صنفی رو در نظر داریم. انا همین خوانش‌های بیرون از صنفی و دایر کتاب‌ها نداریم. اگرچه ما میگویم که بیش از 500 نفر صاحب قلم تاجیک زبان داریم، اینها هر کدومشون همین کتاب‌های خودشان رو چاپ میکنن، یگانشون با همین مرکز جمهوریوی تعلیم ازبکستان با یگان مکتب‌ها همکاری قریب که ندارن. اگر می داشتن انا همین ها کتاب‌های ضروری رو برای مکتب و معلم مهیا میکردن. اکنون مثلا ما با همین وزارت معارف تاجیکستان مراجعت کردیم. چی گفتیم؟ همین کتاب‌های بدیعی اسلوبی رو اقلا به ما دهید، ما با پول خودمون میخریم. یا اینکه ما گروه‌های تاجیکی داریم در دانشگاه دولتی سمرقند، 8 گروه تاجیکی داریم. 9 تا بود، یکیش امسال بسته شد، یعنی گروه تحریک بسته شد. همین گروه‌های تاجیکی کتاب‌های درسی قریب که ندارن عزیزم. اگر داشته باشن 10-20% رو تشکیل میکند این چیز. و این همش فکت و سندها است. تشکر. بله. دانشجو نه آموزگار کتاب‌های درسی ندارد. ما وقتی که به وزارت معارف تاجیکستان مراجعت کردیم گفتیم که شما اقلاً وریانت الکترونی همین کتاب‌های درسی اتون رو برای مکتب‌های عالی به ما دهید التماس، یا یک نسخگی از همه فن‌هایی که در همین گروه‌های تاجیکی تعلیم داده می‌شود یک نسخگی دهید. بعد چی شد؟ چی گفتم به شما؟ می‌خرید. اینها منو بینید قریب 3 سال می شود که وعده می دهند، لیکن عزیزم به اجرا نمی رسد. من نمیدونم این رو کی کند. تشکر. وزارت تعلیم خلقی ازبکستان، اتفاق نویسندگان، مرکزهای فرهنگی تاجیکان ازبکستان کی کند این رو؟ من نمیدونم. بله محترم عبدالقادر رستم، شما نظرتون چی است؟ اگر کار با این حال ادامه کند، تبریک شراف‌الدین و نقل کردن، چی خواهد شد؟ این همکاری ها چی نتیجه به بار خواهند آورد؟ نظرتون چی است؟ مرحمت. خب نتیجهش اینه که ما مردم تاجیکی که امروز در ازبکستان به سر میبرند بعد از 50 سال بالکل از بین میروند، یعنی همه میشوند ازبک. نتیجهش همین میشود. وقتی که مسئولان وزارت معارف تاجیکستان چنین مناسبت دارند با مسائل ملی و فرهنگی، نتیجهش معلوم است. چی میشه دیگر؟ متاسفم، خیلی متاسفم. ولی ببینید یا نکته دیگر است، امینه بانو هم به اون اشاره کردم. وزارت معارف تاجیکستان و ازبکستان یا که وزارت معارف ازبکستان و تاجیکستان در رشته علوم انسانی نمیتواند کتاب درسی بدهد، چون استانداردها و بیش از اونم ایدئولوژی ملی کاملا فرق میکند. آن چیزی که ما در تاریخ می آموزیم
در ازبکستان اون به طور واژگونه آموخته می شود. آن چیزی که ما در ادبیات ما داریم در ازبکستان به گونه تحریف شده آموخته می شود. بنابر همین طبیعی است که اونها کتاب‌های درسی که در تاجیکستان چاپ میشد را قبول ندارند و همچنین هم من برانم که کتاب‌های درسی که ازبکی که در ازبکستان چاپ میشد به درد مکتب‌های ازبکی تاجیکستان نمیخورند. ولی در رشته مثلا علوم دقیق و علوم‌های طبیعی مثلا میتونن دو وزارتخانه بین هم قرارداد به امضا برسونن و در این زمینه کتاب‌ها را به مکاتب همدیگر بفرستند. در اینجا هیچ جایی نیست. ولی کتاب بدیعی خب آنچه که امینه بانو گفتن درست است، ولی نکته دیگر هست، این که مثلا امروز مرزها باز است، همه ساله بیش از 1 میلیون شهروندی ازبکستان میآید به تاجیکستان، بیش از 1 میلیون شهروندی تاجیکستان میرود به ازبکستان و از این 1 میلیون شهروندای ازبکستان که به تاجیکستان میآیند حداقل 300-400 هزارشون تاجیکان هستند. از این 300,000-400 هزار که میآیند اگر مثلا 10%شون 30,000-40,000 یکتایی کتابی بدیعی با خود به ازبکستان برند، این میشد 30,000-40,000 کتاب. از این طریقه میشد حل کرد، از طریق مثلا دیپلمات مردمی، از طریق روایی مثلا شهروندان و کشورهای همدیگر. این مسئله خیلی ساده میشد حل کرد، ولی متاسفانه باز هم میگم که بی‌پروایی ملی، بی‌پروایی به مسائل ملی تاجیکان هم در تاجیکستان و بیشتر از اون در ازبکستان حکم فرماست که این دلیل عقیماندگی ماست. ما نباید به امید دولت بیاد بشیم، خود مردم باید همت گمارن. تشکر. مردم. بله، تشکر به هر دوی شما و حالا به سوال نهایی این صحبتمون میرسیم، یعنی چی باید کرد تا این وضع را بهبود بخشید؟ منظورم هم در بخش ادبیات و فرهنگ و هم چاپ و نشر کتاب‌ها برای ادیبان، برای مکتب‌های تاجیکی و ازبکستان، یعنی چیکار کرد؟ راه حل چی بوده میتواند؟ خانم امینه شراف‌الدین و مرحمت از شما خواهش میکنم. روی حل رو من چطوری که اکوی عبدالقادر گفتن، این دیپلمات مردمی گفتن درست است. مردم خیلی زیاد می بیارد کتاب ها رو، هر آنچه دسترس میکند یا میبرد، لیکن هر کس که میبرد برای خودش میبرد یا برای اویله خودش میبرد. لیکن میدونید ما در کتابخانه هایمون صدها هزارها کتاب های تاجیکی داشتنمون لازم، در کتابخانه های مکاتب، اداره، تشکیلات ها داشتنمون لازم. زیر چشم معلم و خواننده باید باشد اون کتاب ها. اگر دو کشور، من خیلی خوشبینم عزیزم، چطوری که حاضر اکوی عبدالقادر گفتن، من در حقیقت آبی چشمم اومد، لیکن خودم رو دستگیری کردم، خودم رو خودداری کردم که بعد از 50 سال مکتب‌های تاجیکی یا اینکه خودی تاجیکان سقوط میکنن در ازبکستان، گفته این خیلی دردناک هست. پس راه حل چی است؟ چیکار باید کرد؟ با سید و دندان و با همین ناخن‌های ما حق و حقوقمون رو کنده اومده ایستاده بودیم، لیکن همین خیلی شد که یکی از رهبران بهترینه که ما پشتیبان می حسابیم، امروز هم از وی انسان امید داریم. وقتی که بار اول به ازبکستان قدم نهاد و از قدم نهایی انا همون انسانی که امروز پشتیبان تاجیکان جهان اعلان شده است و افتخار ملی تاجیکان اعلان شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان وقتی که اومدن، محترم امامعلی رحمان، سرشون در امان بود که امروز طفل این دو رئیس جمهور رفت و آمد و مبادله و چیهای ما خیلی سبک گشته است. همون انسان آمدند و ما اینقدر خورسندی که نگاه کردشتیم همه آمدن انسان رو، لیکن اون کس گفتن که همین دیاسپورای تاجیکان در بخارا و سمرقند و نمنگان و فرغانه وجود دارند. میدونید همین آب بود و آسیاب دیگران ریخته شد و اینقدر ما رو زبان کوتاه کرد. انا همین یک سخن
شاید با این دیگر چیز گفتنی بودن اون محترم، لیکن همین چیز تقدیر ما رو به حل کردن آغاز کرد. از همون وقت سر کرده امروز تاجیکستانی به درجهش رسیده است در ما. اگر نه بینید صدرالدین عینی رو امروز خائن هم گفتن، دروغگو هم گفتن، ساخته قهرمان، ساخته عالم هم گفتن. نفره حرف نمیزند عزیزم. اگر مناسبت های ما خوب باشد چرا امروز اتفاق نویسندگان هم نمیزند؟ چون که یکی از مؤسسای اتفاق نویسندگان بود و انسان و سردفتر ادبیات هم تاجیک هم ازبک است و کریموف برای خدمت‌های بزرگش و اردن آخر چی کرد سپورید. یا اینکه چرا اکادمیا یکی از مؤسسان اکادمیا بود، اکادمیا حرف نمیزنه. عزیزم این همه چیز مایده چیز به معارف ما تاثیر میکنه. اگر دو کشور با هم اینها شرطنامه ها کردن، همکاری ها دارن، همکاری های اقتصادی دارن، همکاری های فرهنگی رو ما میدونیم کدام و اینها رو فقط در زبان نه در عمل باید ما اجرا کنیم. تشکر. انا همون وقت کاری ما پیش میروند. تشکر. عبدالقادر رسام. این مردم زورش نمیرسد. مردم بسیار کار کرده دید، بسیار سرش رو به هر کجا زده دید، نمیشود. بله عبدالقادر رسام، میدونید بعضی کسان باید به شکلی عروسک و خویسه نباشد. هر کدام نفر در همون جای نشست خودش در وظیفه خودش سه فضیلت باید داشته باشد. یکم فضیلتش تشکیلاتچگی، دوم وظیفهش سرسپردگی. همین فضیلت ها رو اگر نداشته باشد هیچ کار کرده نمی شود. با یگان راه بر اگرچه باید تاجیک است، این ما دیده گشتیم تاجیک هایی که بر ضد خودی ما کار میکنن اینجا و تاجیک پیش نمی رود. علم تاجیک اینجا بلای در مونده است. معارف بخصوص حاضر میدونید من 245 مکتب گفتم، بعد از 3-4 سال میبینید کنی اون چند تا میموند. زیرا صنف‌های ابتدایی قبول ندارن به تاجیکی، همون صنف‌های بالایی ماندن که نامی همین یا شماره مکتب‌های تاجیکی کشور رو بلند برداشته ایستادن. تشکر معلم عزیز. بله عبدالقادر رسام، نظر شما چی است؟ راه حل چی بوده میتوند؟ خواهش میکنم. راه حل این است که باید سطح اعتمادی بین سران دو کشور، وزرای دو کشور، مقامداران دو کشور بالا برد. یعنی اینها به همدیگر اطمینان داشته باشند. بعد دشمن تراشی از همدیگر باید قطع کرده شود و حقوق انسان رعایت بشود. همین مثلا تاجیکای ازبکستان چیزی نمیخوان بجز از رعایت حقوقشان که متاسفانه در هر سری قدم پایمال میشن. این باید در سطح گمان میکنم پیش از همه در سطح رؤسای جمهوری دو کشور باید حل و فصل میشن. رو برای هم بشینن، اونا دوستن با هم دیگر. مثل اینکه بیشتر در مسائل سیاسی و اقتصادی حرف میزنن تا فرهنگی. ولی فرهنگ اساس هر ملت فرهنگ است. همین باید پیش از همه همکاری های فرهنگی را براه ماند، حال که هر ملت در کشور خودش رشد آزاد داشته باشد. بله تشکر به هر دوی شما برای شرکت در برنامه گپ آزاد و سپاس بینندگان گرامی. مهمانان ما امینه شراف‌الدین و ادیب و محقق رشته تعلیم و پرورش از سمرقند بودند و عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان ادیب شناخته عبدالقادر رسام حضور داشتند. اگر بینندگان عزیز سوال پیشنهادی دارید زیر همین برنامه نویسید. نوروز خجسته پی باد و من میرزا نبی خالقزاد بودم که این برنامه رو پیش میبردم. خدا نگهدار شما.